دوستان سلام، وقت شما بخیر. بریم سراغ مجموعه تمریناتی که میتونه به ما کمک بکنه تا به طور کلی در روابطمون، در احساساتمون، در رفتارهامون تغییرات مثبت ایجاد بکنیم و طرحواره هامون رو هم بهتر بکنیم، مثبت‌تر بکنیم. اینها اختصاصاً درمانهای طرحواره نیستند. برای اینکه طرحواره هاتون رو تغییر بدیم باید از متخصصین کمک بگیرین، اما اینا مثل قرصایی هستن، قرصای ویتامینی که برای همه چی خوبن، برای سلامت کل بدنتون، برای سلامت جسمتون لازمن. ما اینا رو با هم تمرین میکنیم و شما با تمرین هایی که انجام دادین و میدین به طور کل سلامت روان خودتون رو بهتر میکنین. اولین تمرینمون بر اساس مکتب تحلیل رفتار متقابل هستش که بر اساس این میگیم که انسان در روان خودش سه حالت من به صورت فرضی داره: من کودک، من والد و من بالغ. من کودک کسی هستش که فقط میخواد از هر چیز، از محبت، خوردن، مادیات زندگی. من والد کسی است که هی انتقادگره، هی میخواد مراقبت کنه، هی احساسات رو میخواد سرکوب بکنه. و من بالغ یک من متعادلی هستش که میخواد فرد رو در حالت نرمال نگه داره، با منطق به قضایا نگاه کنه، در این حال از نقش احساسات غافل نشه. پس اولین تمرین اینه که به آگاهمون بیاریم که ما درونمون سه حالت من داریم و این منها میتونن در جاهای مختلف فعال بشن. این همون بحثی که در مورد فیلم درون برون در جلسات قبل انجام دادیم. اینجا هم ما سعی میکنیم که تا میتونیم با من بالغمون به خودمون، به دنیا، به ارتباطاتمون نگاه بکنیم و بر اساس بلوغ رفتار بکنیم. جعبه بتاری یا بتاری باکس یک فرمول بسیار بسیار ساده اما بسیار بسیار کاربردی هستش در روابط بین فردی که میگه که نگرش آدم ها یا نگرش من باعث میشه که رفتار من ایجاد بشه و رفتار من باعث میشه که نگرش دیگران در مورد من، خودشون و دنیا شکل بگیره و نگرش دیگران باعث میشه که رفتارهاشون شکل بگیره و رفتارهای دیگران نگرش من رو تغییر میده و نگرش من دوباره رفتار من رو تغییر میده. این فرمول ساده پاسخگوی بسیاری از سوالات ماست، به این صورت که ما خیلی وقتها با نگرش هامون داریم رفتارهای دیگران رو تحت تاثیر قرار میدیم بدون اینکه خبردار بشیم و از اون طرف هم رفتارها و نگرش های دیگران ما رو تحت تاثیر قرار میدن و این چرخه هی تکرار میشه. مثلا تو کلاس بحث کردیم که این که ما نمیتونیم به راحتی با افرادی که دچار مشکل و چالش شدیم آشتی بکنیم، صلح برقرار بکنیم و حتی با خودمان، دلیلش این هستش که این چرخه رو نمیبینیم و فکر میکنیم که فقط دیگران هستن که خوب نیستن و اونها باید تغییری در رفتارشون بدن، در حالی که بر اساس این مدل نگرش ها و رفتارهای ما نگرش ها و رفتارهای دیگران رو تحت تاثیر قرار میده و رفتارها و نگرش های دیگران نگرش و رفتار ما رو تحت تاثیر قرار میده. پس آگاهی از این چرخه به شما کمک خواهد کرد که از این به بعد بیشتر احتیاط بکنید، بیشتر از زاویه دید افراد هم به قضیه نگاه بکنید، سریع خشم نگیرید و به این چرخه دقت بکنید. تمام کتاب‌های روانشناسی پر شده از شنونده فعال بودن برای دیگران، اینکه ما شنونده فعال باشیم تا رابطه‌های خوبی شکل بدیم. اما کمتر کتابی من ندیدم واقعیتش اینکه ما شنونده فعال برای خودمون هم بتونیم باشیم. چطور شنونده فعال برای خودمون باشیم؟ این که با خودمون به صورت منطقی حرف بزنیم، این که بتونیم احساسات خودمون رو مشاهده بکنیم، این که فرصت داشته باشیم برای ضعف‌ها و ناراحتی‌ها و اون دلهره های خودمون وقت بذاریم، ببینیمشون، باهاشون چالش بکنیم، مشاهدهشون بکنیم، وقت بذاریم. این شنونده فعال بودن به خود به ما آگاهی میده، به ما
قدرت میده، به ما اعتماد به نفس میده، به ما کمک میکنه که نگرانی هامون رو ببینیم و استرس هامون خود به خود رفع بشن. بنابراین زمانی اختصاص بدین، افکار خودتون رو مشاهده بکنید، احساسات خودتون رو مشاهده بکنید، با خودتون حرف بزنید، نیازهاتون رو بنویسید، با خودتون در مورد نیازهاتون فکر بکنید، صحبت بکنید که این به تلطیف روحیه و عواطف و شخصیتتون خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. بخش بعدی جسارت آموزی یا جرأت ورزی هستش که ما باید بدونیم که در کجا رفتارهای جسورانه باید انجام بدیم. بسیاری از مشکلات ریز و درشتی که چه یک فرد مجرد باشه چه متأهل ایجاد میشه ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه یا منفعلانه هست. ما باید یاد بگیریم که رفتارهامون جسورانه باشه. رفتار پرخاشگرانه که خب مشخصه، رفتار منفعلانه یعنی این که شما احساس میکنید که حقتون ضایع میشه، از خودتون دفاع نمیکنید، توضیح نمیدید، سکوت میکنید. در بهترین حالت اگر سکوت نکنید، مثلا زیرمیزی و یواشکی سعی میکنید که انتقام بگیرید. ولی رفتار جسورانه اینو میگه که من پرخاشگر نیستم، من منفعل نیستم، من توضیح میدم، من توضیح میخوام، من سعی نمی کنم روابط رو سری به هم بزنم و سعی می کنم که با احترام با طرفم صحبت کنم، با احترام با خودم صحبت کنم و در این حال اجازه هم ندم که کسی حقمو بخوره، حقمو ضایع کنه. اگر هم میبخشم آگاهانه میبخشم، نه از روی اجبار، نه از روی التزام. بنابراین تا سعی میکنیم تمرین میکنیم که رفتارهای جسورانه داشته باشیم و اگر میخواین در مورد چگونه رفتار جسورانه ایجاد بکنیم میتونید به پست های دیگه من یا مثلا از اینترنت کتاب های مختلفی هست که بگردین و اینجور رفتارهای جسورانه رو تمرین بکنید. در بحث دایره دوستی این بحث رو کردیم که ما باید مرزبندی قائل شدن در دوستی ها و ارتباطاتمون رو بلد باشیم، نه اینکه سریع افراد رو به نزدیکترین و صمیمیترین حوزه ارتباطی خودمون سریع بکشیم و نه اگر کسی دچار به هر حال تعارضی با ما شد بلافاصله از دوستان صمیمیمون به بیرون پرتابش بکنیم. بنابراین اولین و اساسی ترین دوست ما خودمان هستیم، بعد دوستان خیلی خیلی صمیمی، بعد دوستان خیلی صمیمی، بعد صمیمی و بعد دوستان عادی. این سلسله مراتب باید باشه. این که شما مثلا با نیم ساعت تو خیابون، اتوبوس، تاکسی با کسی صحبت میکنید بلافاصله شمارت رو میدی، ارتباطات رفت آمده فامیلی بدون شناخت کافی ایجاد میکنی، یا با جنس مخالف بلافاصله وارد صمیمی ترین حوزه ها میشی، این آسیبزا هست به روان شما و مشکلات فراوانی میتونه ایجاد بکنه. تکنیک روز بعد رو زمانی میتونیم استفاده بکنیم که در انجام یک کاری احساس سنگینی داریم یا انگیزه کافی برای انجامش نداریم. به این صورت که با خودمون اون کار سنگین رو جلو چشمون بیاریم، مثلا درس خوندن، نمیدونم اتمام یک کتاب، پایان دادن به پروژه های ناتمام. به این فکر بکنیم که روز بعد این کار رو انجام دادم چه اتفاقی در احساسات، در افکار و خلق من ایجاد خواهد شد، چه چیزی به دست خواهم آورد، چه حسی خواهم داشت، چگونه متفاوت تر از قبل زندگی خواهم کرد. مثلا اگه بتونم خشمم رو کنترل کنم، از فردا روابطم با خانواده‌ام، با همکارانم چه تغییری خواهد کرد. اگر مثلا بتونم بر این وسواسم کنترل بکنم، از فردا چگونه احساسم به خودم تغییر خواهد کرد. اگر بتونم سیگار رو ترک بکنم، از فردا چه اتفاقات مثبت و خوشایندی میتونه در من شکل بگیره، در رفتارهام شکل بگیره. پس زمانی که به یک روز بعد از انجام شدن این کار فکر میکنیم و تغییراتی که در من، در احساسم، در افکارم و در روابطم ایجاد خواهد کرد، میتونیم خیلی بهتر از قبل هم انگیزه بگیریم و هم به سمت اون انجام اون کار حرکت بکنیم.
در تکنیک 1% ها گفتیم که بسیاری از آدم ها میتونن مثلا در جواب خشونت به خرج بدن، در مقابل بی احترامی به خرج بدن. مثلا اگر کسی استوری کنایه آمیز به شما میفرسته، شما هم میتونید، 99% آدم ها میتونن همین کار رو بکنن. پس یک زمینه بسیار خوب برای رشد شخصی این هستش که ما کارهایی که اکثریت میتونن انجام بدن در اون موقعیت، کارهای غیر منطقی، کارهای منفی، ما اونا رو سعی بکنیم انجام ندیم. و این درسته که سخته، شاید مثلا درونتون احساس خیلی فشار بهتون بیاد، ولی رفته رفته خواهید دید که زمانی که شما کاری رو که همه میتونن انجام بدن شما انجام ندادید، یواش یواش حس بهتری به خودتون دارید، احساس بلوغ بیشتری دارید، احساس میکنید که اون آدم قبلی و ضعیف نیستید و میتونید کنترل بکنید شرایط سخت رو با تصمیم گیری، با اختیار، با انتخاب. بنابراین این تکنیک همیشه یادتون باشه، آیا من جزو 99% ها دارم عمل میکنم، کاری که همه میتونن انجام بدن، و این که میتونید همین رو به تکنیک قبلی وصل بکنید، به این صورت که اگر الان این کار رو انجام ندم فردا چه احساسی خواهم داشت. شاید اوایل بگین که فردا مثلا درونم پر از حرصه، ولی اینجور نیست، رفته رفته احساس بلوغ بیشتری خواهید کرد. بنابراین این رو هم در زندگی روزمره‌تون سعی بکنید تا میتونید به کار بگیرید. در بخش دیگری از بحثمون به کتاب معروف ویلیام مکریون اشاره کردیم، رخت خوابت رو مرتب کن. ایشون یک ژنرال آمریکایی هستن که یک سخنرانی بسیار معروف در این زمینه دارند و از اهمیت اینکه سربازان در ارتش آمریکا باید صبح مرتب بلند شن و اولین کار هدفمندی که میکنن رخت خوابشون رو مرتب میکنن، چه تأثیری بر ادامه روزشون داره. حالا همون دستورالعمل رو هم به افراد دیگه‌ای که غیر نظامی هستن توصیه کرد. این سخنرانی رو میتونید پیدا بکنید و گوش بدید و یک کتابی هم در همین زمینه تو ایران ترجمه شده با همین نام که 10 اصل مهم داره که اینجا میبینید که اون 10 اصل مهمی که در این کتاب بحث شده چیا هستن. در بخش سایر تمرینات هم گفتیم که ارتباطات امنی رو ایجاد بکنید. منظورمون از ارتباطات امن ارتباطاتی بود که به رشد ما کمک میکنه و روان ما رو به هم نمیریزه. این ارتباطات امن قاعدتاً میتونه خانواده یا غیر خانواده و دوستان و همکاران یا هر کسی که میتونه به رشد روان و رشد ما کمک بکنه و از لحاظ اخلاقی و از لحاظ قانونی هم ارتباط مورد تأیید هستش. و مرزگذاری عاطفی و فیزیکی باید داشته باشیم که هر فردی چقدر از مرز عاطفی و فیزیکی ما رو میتونه رد بکنه یا مثلا فاصلش با ما چقدر باید باشه. باید افراد جایگاه خودشون رو نسبت به ما بدونن، بهشون تذکر باید بدیم. اگر این فاصله و مرز عاطفی و فیزیکی خدشه‌دار میشه، رد میشه توسط افراد، باید این رو مشخص و روشن و جسورانه بهشون گوشزد بکنیم. در بخش جملات تأکیدی شاید مثلا شما خیلی شنیدین در این شبکه‌های اجتماعی که جملات مثبت انگیزشی به خودتون مرور بکنید، ولی هدف ما و منظور ما در این تمرین، در این بخش این هستش که شما بیاین تمریناتی رو انجام بدین، جملات تأکیدی رو به کار بگیرین که منطبق بر منطق و اهداف شماست. مثلا من میتونم امروز این کارها رو با خودم انجام بدم. من میتونم مثلا امروز ترس از رانندگیمو کمی تمرین کنم. مثلا من امروز میتونم 5 تا از کارهای عقب افتادم رو لیست بکنم و 2 تاشو انجام بدم. اینها جملات تأکیدی هستن که به عنوان یک انرژی دهنده به شما عمل میکنن که شما رو به عمل کردن نسبت به اون
هدف سوق بدن. وگرنه اگر فقط بشینی با خودت جملات مثبتی تکرار بکنی، احتمال اینکه چیزی درست بشه خیلی پایین هستش. در بخش اینکه زبان و احساس و رفتار خودتون رو افسارش در دست خودتون باشه، این تمرین این رو یادآوری میکنه که ما میتونیم نحوه صحبت کردن، نحوه احساس کردن و نحوه رفتار کردن خودمون رو آگاهانه انتخاب بکنیم و این چیز عجیب غریبی نیست. وقتی این رو میگیم منظورمون این هستش که دیگه از این به بعد نگیم نمیدونم، دیگه از این به بعد نگیم که دست خودم نبود، نمیدونم یهو چی کار کردم. بنابراین تا میتونید انتخاب و آگاهی رو در دستور کار خودتون، در صحبت، احساس و رفتارتون و حتی فکر کردنتون تمرین بکنید و نیازهاتون رو سعی بکنید که آگاه باشین بهشون. اگر نیازهاتو آگاه باشی بدون اینکه کاری براش بکنی، کار خاصی براش بکنی، اون نیازها تو رو به فشار و سختی نمیندازن، باعث رفتارهای نامعقول نمیشن. مثلا من میدونم که الان نیاز من این هستش که مثلا برم قدم بزنم، الان نیاز من این هستش که با فلانی صحبت بکنم، الان نیاز من این هستش که مثلا انقدر پول داشتم تا میتونستم فلان کار رو انجام بدم. درسته که شما وقتی آگاهی اساسی به نیازت داری، شاید اون نیاز برآورده نشه. مثلا شما شاید الان تو فکرت اینه که اگر من 100 میلیون پول داشتم اون مشکلم حل میشد. با فکر کردن، با آگاه بودن به این نیاز، اون 100 میلیون شاید به همین راحتی به دست نیاد، یعنی یهو از آسمان نمیفته. ولی وقتی تو آگاهی نسبت به درون خودت، احساسات خودت، دیگه اون نیاز به 100 میلیون تومان تو رو عصبی به اون صورت نمیکنه که مثلا خودت هم نمیدونی ولی به خاطر اون نیازت میری با همه دعوا میکنی چون اون 100 میلیونی که لازم داری الان نیست. یا مثلا الان تو نیاز به هم صحبتی با همسرت داری، همسرت باد قهره، تو اینو آگاه باشی دیگه حالت عصبانیتت رو نمیریزی رو دیگران، رو بچه ها. خود نوازشگری هم عرض کردم خدمتتون که ما باید بلد باشیم آگاهانه و هدفمند برخی از کارهایی رو که انجام میدیم رو انگار اختصاصی برای خودمان انجام بدیم و این خیلی خوب خواهد بود اگر این خود نوازشگری ها بعد از انجام موفقیت آمیز یک هدف کوچک باشد. مثلا اگر بتونم کل خونه رو امروز مرتب بکنم، کارهامو امروز کامل انجام بدم، برای خودم مثلا یه دونه از اون بستنی هایی که دوست داشتم همیشه ولی به خاطر کنترل وزنم نمیخوردم، امروز استثناء یکی میخورم. یا مثلا اگر تمام امتحاناتم و نمره خوبی گرفتم، سعی میکنم مثلا 2 روز برم مثلا مسافرت یا مثلا برم سینما تکی یا با خانواده. حالا بستگی داره که چجوری به شما بیشتر خوش میگذره. و چالش افکار منفی و رفتارهای غیر منطقی رو هم که گفتیم بسیار بسیار مهمه و باید جدی بگیریم. مرتب هرگاه که افکار منفی به سراغتون میاد، تفکر غیر منطقی، رفتار غیر منطقی مرتکب میشین، سعی بکنید که به چالش بکشین و در اسرع وقت اونها رو رفع و رجوع بکنید. در بخش‌های آخر گفتیم که ریسک‌های کوچک در زندگی بردارید، ریسک‌هایی که منطقی و عقلانی هستن. نترسید از این که ریسک می‌کنید در برخی زمینه‌ها، اینها باعث میشن که اعتماد به نفس شما افزایش پیدا بکنه و نگران این نباشین که قدم‌های کوچکی برمی‌داریم. مثلا کسی که از دوستان همین کانال هستن چند نفری که زبان هیچی بلد نیستن ولی دوست دارن مهاجرت کنن یا ادامه تحصیل در خارج از کشور بدن، احساس میکنن چون زبان بلد نیستن نمیتونن هرگز به این هدفشون برسن، ولی زمانی که اولین درس زبان رو خوندن اون یعنی شروع اون هدف. و تو کلاس هم بحث کردیم که فاصله
از رویا به هدف رسیدن فقط یک قدم برداشتنه. شما به محض اینکه تصمیم میگیری کاری انجام بدی، اون دیگه رویا نیست، اون تبدیل شد به هدف. بنابراین این خیلی مهم هستش و سعی بکنید که هر روز بعد از اینکه از خواب بیدار شدین در ذهنتون حداقل یک هدف، یک کار آگاهانه تو ذهنتون باشه که امروز باید اون رو انجام بدین. امروز دنبال این کاری که یک کاری برای اون انجام بدین و سعی میکنید که هر روز تا میتونید ذهن آگاه باشین، متوجه باشین که الان و همینجا هستیم، چه اتفاقی در حال افتادن دور و بر شما، به دور و برتون توجه کنید و به همین نکته الان میاین و توجهتون رو به اون هدف در اون لحظه متمرکز میکنید، از خوردن و نفس کشیدن و دوش گرفتن و راه رفتن و هر چیزی که انجام میدید. و هدف گزینی هم که خب صحبت کردیم، یک لیست انجام کارهای روزانه برای خودتون تهیه بکنید، بنویسین که امروز چه کارهایی انجام میدین و وقتی که رو کاری که انجام شد خط میکشین یا تیک میزنین، مغز شما هورمون‌های شادی ترشح میکنه و شما با انگیزه تر و هدفمندتر میشین و در نهایت متعادل شدن، تعادل سازی رو تمرین بکنید، نگفتن رو تمرین بکنید و اگر اینکه به جای اینکه بگین اگه این نشه، این تصمیمی که میخوام بگیرم اگه نشه چی میشه، به جاش میتونید بگین اگر شد چی، یا همون تکنیکی که گفتیم روز بعد، یعنی اگر این کار رو بکنم از فردا چجور متفاوت خواهم بود. امیدوارم که این دوره به شما کمک کرده باشه، بخشی از حالتهای خوب رو تجربه بکنید و انشالله در آینده باز هم کارگاه‌های از این دست برگزار خواهیم کرد. در کانال تلگرامی و یوتیوب ما حضور داشته باشین تا اطلاع رسانی هایی که خدمتتون عرض میشه رو در اسرع وقت بگیرید و اگر پیشنهاد و یا انتقادی از کارگاه دارین، ممنون میشم که زیر همین پست نظرتون رو بگین که ما برای کارگاه های بعدی اونها رو اعمال بکنیم.